درود دوستان، چطورید؟ امروز من به یه ویدیو جدید بچه‌ها امروز اومدیم توی این ویدیو تاپ 5 بهترین بازی‌های ترسناک روی موبایل رو بهتون بگیم. بچه‌ها لیست همین جوری چینده شده و آنچنان ترتیب خاصی نداره. سریع بریم سراغ لیست. شماره یک لیستمون سایلنت هیل اسنشن هستش. ایرادات این بازی اینه که نیاز به دسترسی اینترنت داره. نقاط قوتش موسیقی متن مثل همه بازی سایلنت هیل به شدت خوبه و کیفیت ساخت خوبی هم داره. شماره دو لیستمون دد اسپیس موبایل هستش. ایراداتش فقط اینه که از استورای رسمی حذف شده و پاک شده، وگرنه میتونیم ما ایرانی‌ها از استورای غیر رسمی و سایت‌هایی مثل فارستروید گیرش بیاریم. نقاط قوتش هم فضا سازی به شدت خوب، داستان قوی و موسیقی متن زیباییه که داره. شماره سه لیستمون فنافه 4 هستش. تنها ایرادی که داره که آنچنان ایراد چیزی هم نیست، اصلا نمیتونیم در بعضی مواقع ایراد حسابش کنیم، اینه که برعکس نسخه پی سی که مثلا با یه هدفون معمولی هم میتونستیم بازی رو تموم کنیم، این بازی به یه هدفون خیلی قوی نیاز داره که بتونیم صداها رو تشخیص بدیم. نقاط قوتش جامپ اسکرای متنوع و به شدت خوبشه، فضا سازی عالی با صداهای محیط به شدت جذاب و دلهره آورش با مینی گیم‌های جذاب و داستانی که داره. شماره 4 لیستمون رزیدنت اویل 4 موبایل هستش. تنها ایرادی که داره اینه که یه باگ داره که رو گوشی جدید باز نمیشه و گرافیک کمی داره. نقاط قوتش هم که هست نسبت به سال ساختش مراحل مهم بازی رو داشته و داستان بازی رو میتونستیم بفهمیم با اینکه رو گوشی بوده. شماره 5 لیستمون لیتل نایتمرز موبایل. تنها ایرادی که داره اینه که رو گوشی‌های ضعیف اجرا نمیشه و رو گوشی‌هایی که مثلا الان 10-12 میلیونن اجرا میشه، وگرنه کمتر اجرا نمیشه. نقاط قوتش هم اینه که یک ذره کمی هم با نسخه اصلی پی سی فرق نداره و کاملا شبیه همون نسخه پی سی شه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. اگر دوست داشتید ژانر دیگه یا ما براتون ازش همچین ویدیویی بسازیم حتما کامنت کنید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه و تا درود دیگر بدرود.